مولانا توی دفتر پنجم داستان فردی رو روایت میکنه که سگش در حال مرگ بود. میونه راه نشسته بوده و مشغول گریه و زاری بود. گدایی بهش میرسه. گدا ازش میپرسه چی شده. جواب میده سگ با وفام داره میمیره. این سگ روزا برام شکار میکرد و شبها دوستها رو فراری میکرد. گدا بهش میگه مریضیش چیه؟ زخمی داره؟ جواب میده نه، داره از گرسنگی میمیره. گدا کیسه ای رو دست اون آدم میگیره. ازش میپرسه داخل اون کیسه چی داری؟ جواب میده نون و غذا. گدا میگه خب چرا بهش نمیدی تا سگت از گرسنگی نجات پیدا کنه؟ جواب میده چون نون و غذا رو بیشتر از سگم دوست دارم. اشک مجانیه، هر چقدر که بخواد براش اشک میریزه. گدا بهش جواب میده اون اشکی که فکر میکنی مجانیه خون دل توه که به قیمت غم تبدیل به آب زلال شد. خیلی وقتا ما حواسمون نیست که چه چیزهایی رو به چه قیمتی داریم از دست میدیم، چون مشغول نگه داشتن چیزهایی هستیم که هیچ ارزشی نداره.